چطورین؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون، یعنی کانال کینگ نایت. آقا امروز اومدم بهتون یه مپ خفن ایکس پی معرفی کنم و اوراق خیلی مپ خفنی هم هستش. آقا داخل این مپ شما میتونید زامبی بکشید و یه عالمه ایکس رو بگیرید. حالا همین الان میرم بهتون نشون میدم. اینجا هم که خب بشینه فکر کنم ایکس پی میداره. آره مثلا نگاه کنید اینجا مثلا برای کسی که مثلا دوست ندارنش کاری انجام بده میشینه مثلا نگاه کنید ایکس پی میده، ولی مثلا اینجا ایکس پی شما مثلا خیلی ناچیزه. حالا مثلا اگه شما برید زامبی بکشید خیلی میتونید ایکس پی بیشتر و خفن‌تری برسید. اینجا اول میتونید یه گان انتخاب کنید که من این گان انتخاب میکنم. اینجوری میگیریم میزنیم، اینجوری تنگوری اول شخص میزنیم. بعد آقا الان هم مثلا داره هر زامبی 313 ایکس پی میده. بعد الان مثلا زامبی کنم مثلا شما برید جلوتر اینقدر میتونید زامبی ببینید. مثلا هنوز اینجا خیلی کمه مثلا. ولی اینجا مثلا اگه پابلیک برید میتونید مثلا موقع تیماپ کنید برید مثلا. البته شما نمیتونید مثلا یارتون بزنید، فقط میتونید زامبی ها بزنید. ولی خب مثلا اگر مثلا چند نفر همه برای راه باشن شما اول راه باشید خیلی میتونید تیماپ کنید برید همه زامبی ها رو بزنید. و اینجا توی مراحل سختی هم میره آقا اینقدر تارا پارا میده. من فنگ رو میزنم کنترل میبینید دارم یه عالم ایکس پی میگیرم. گونه بهترم انتخاب میشه کارتش کردن میری جلو. پولم میشه جمع کرد برای که مثلا قدرت خودتون بیشتر کنم. مثلا من خودم منو بعضی یارا مثلا همینجا میمیدیم مثلا بهتر دارم خیلی تنها دارم بهتر بده. من به فنا میرفتم. بچه نگاه کنید مثلا اینجا مثلا چند نفر هی چیز میشه نایت میشن دیگه. اینجا نایت میشن و اگه مثلا تیماپ کنید همه با هم برید اینجا مثلا یکی وای اینجا وقتی یکی نایت بشه اون یکی هم میتونم بیان کمکش و روش بدیم. یه شد تمیز و یکم اچ پیشون هم زیاد داره. توجه نکنید که اینقدر دمیج میکنم ولی بازم نمیدونم من دارم فنا میرم تا بتونم یکم دمیجشون بدم. اینجا یکم سخته خود و بچه الان هم مثلا شما نمیتونید مثلا زرنگبازی بردارید، یعنی زرنگبازی در بیارید مثلا از اینجا خارج بشید. وای منظورم خواهد خورد چرا مثلا این که مثلا شما اومدید اینجا مثلا نمیتونید دوباره از این وای بنادم آقا باگن که بهتون یاد دارم دیگه. اینجا اگر داشتیم به فنو میرفتیم که باتر اینجا دیگه چی میخواید؟ باگم که بهتون یاد دارم دیگه. از چی میخواید؟ چی بهتر از جا داریم؟ یعنی چی بهتر از من فکر کنم 10,000 تا ایکس بگرفتم. نمیدونم چقدر یکم غذا هم انتخاب دارم یکم حالا غذا مثلا یکم هم میدارم. وای به هر حال مپنتونی رو سنسکیه لفتن کنی به اینجا همون رو میزنن و تمیزی کنی که آره دیگه بچه مخواستم خیلی برسیم رو خیلی خوبی بازی درست خیلی مثلا حال داشتید که البته خب بطر رویان هم بد نیستش به عکس خوبی میتونید داشته باشید و برای خرج کردن اون پولی که گرفتیم کجا باید میدونم بکنم باید میرفتیم جای همین رو وای یه جایی بودم من فقط نمیدونم ولی یه جایی بود میتونستیم رو تعمیر کنیم. آقا اینجا هم باید برید از داخل که تونستید ببرید باید برید واسه بنزین پیدا کنید بنزین بریزید داخل اینو بزنید این دکمه رو کلا از اینجا فرار کنید. اینجا هم یه ایکس پی خیلی بودی هم بهتون میده اونجا
اینجا میتونید مثلا زومبی ها رو مثلا خفن تر کنید. مثلا نوخی مثلا حالا خیلی سپی بیشتر و خفن‌تر بهتری میدن. چرا این سختم اینو نمیدونم آقا بکنید تست بکنید. مثلا من اگه بزنم من قوی ترم شدم دارم راحت تر میدونم دیگه. اوه 16 تا دمیج کنم. اوه پولت پولت چطوری؟ خود خیلی هم افتضاح هم بود. خب آره دیگه آقا فقط میخواستم همین مپ رو بهتون معرفی کنم. حالا یه مچ بلیتز هم میریم ببینیم چه خبر جوه. یه مچ بریم بلیتز هم ببینیم. برو بریم سراغ بلیتز. یه مچ بلیتز بگرم شدیم. کجا بریم؟ کنم بابا این چه کاری اصلا باش شاد کنم سری لگه وارد بشیم نه وارد شاد کنم اگه میگرم این شاد کنم البته شما خیلی جمعی دیدم بکنم میزنیم چرا اینجا میگه سوم باشه یارو که یه دو سنی بکنم نمون یه دیگه نخواه شمکن این رو این چیز در نمیدم خواهی بریم از پشمه سریع دیگه این رو بزنیم اول این رو برمیداریم براییم این رو بلکه شاد برم پیدا کرد این شاد برم فقط اسمان در وای گلوله بودو برو بیرون دیگه چیکار میکنم وای 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 خدا جنگ زدم خب آقا ممنون که میدونید امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. اگر دوست داشتید میتونید کانال من رو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید و برای من کامنت بذارید تا به من انرژی بدید تا یه ویدیو دیگه از کانال خودش یعنی کانال کینگ نایت. خداحافظ.